آماده؟ سلام و صد سلام. چند تا خبر رو به عرض میرسونم. سردار چوبدار خالیباف پاسدار از مسکو که برگشت دستش رو عمل کردن. توضیحات بیشتر از کارشناس ما. بله، حال این یارو که بعد برگشت از مسکو خیلی خرابه. میدونی دستاش 3-4-5 متر از باش درازتر شده، مجبور شدن دستشو عمل کنن کوتاه کنن. از دست قالیباف میرسیم به زبون سلامی و حاجی زاده. این دوتا که حرف زدن بلد نیستند رو همه میدونن. سوالی که مطرحه اینه که آیا اینها حرف نزدن رو هم بلد نیستن؟ نمیشه خفقون بگیرن هیچی نگن؟ خواننده برنامه از استدیوی صوتی پاسخ بده. بس دیگه حرفی نزن، هیچی به نگو برو، حرف تو شد آخرم، دیگه نمیخوام تو رو، برو دیگه بام لج نکن، درم پشت سرت ببند، انقدر به خودت نره. با تشکر خبری داریم از مقام عظمای ولایت که چند هفته یا چند ماه یا شاید هم بیشتر قبل از ترور پاسدار فخریزاده در مورد تهدیدات ترور مقامات نظام گفته بودند شتر در خواب بیند پنبه‌دانه. بله، ما با خبر شدیم که شتری که ازما ازش صحبت میکردن در منطقه آبسرد دماوند از خواب بیدار شده و توی یه نیسان آبی یه شکم سیر پنبه‌دانه خورده. بعضی شایعات هم بوده که این شتر سوار ازما بوده یا ازما سوار اون بوده. در هر حال خودتان بزنین دوربین را زوم کنین اونا را با هم ببینیم. و گزارشی داریم از بیمارستان ایالتی ماساچوست. اینجا بیمارستان ایالتی ماساچوست هست. 3 برنده جایزه نوبل اقتصاد همزمان در ICU این بیمارستان بستری شدند. این اقتصاددانان هر 3 در حال تکرار کلمه علم الهدا هستند. علم الهدا، علم الهدا، علم الهدا. در همین رابطه نظر یکی از کارشناسان رو میپرسیم. عرض شود که این بیماران بعد از شنیدن سخنان علم الهدا دچار انفارکتوس جهش یافته شدند، چون علم الهدا گفته بود که دود تحریم ها به چشم خود آمریکا رفت و همین باعث شد که دلار خودشون گرون بشه. یعنی گرانی دلار توی ایران به خاطر رفتن دود تحریم توی چشم آمریکا بوده. جانم شما هم این جمله رو بشنوید همینطوری میشه دیگه. بله، براشون آرزوی سلامتی داریم که با مرگ علم الهدا محقق میشه. اما یک خبر علمی. با خبر شدیم در قابلمه‌ای که سردار سلامی در دستگاه کرونایاب گذاشته بود قور بوده و به همین دلیل نتونسته هیچ ویروسی رو پیدا کنه. طبق راهنمود مقام عظما مدل بالاتر کرونایاب جدید به صورت قابلمه 2 دره تولید می شود که نماد کوشش مضاعف باشد تا هیچ ویروسی راه فرار نداشته باشد. نظر دلشاد خانوم راجع به قابلمه عظما. قابلمه عظما 2 در که هیچی دیگه زود بزن باشد آخرش منفجر میشه. اما بی زحمت یه فیلمی هم از این قابلمه من بگیریم ببینیم موقع چجوری ازش میپرم در میرم. قیمت موق سر به فلک کشیده است. متاسفانه دیگه وقت نداریم، باید خداحافظی کنیم، ولی قبل از خداحافظی خبر ویژه‌ای رو بشنوید. شب واسه شام هر چی منتظر بابا شدیم نیومد. خیلی دیر شده بود. زنگ زدیم به گوشیش، گفت یه مارمولک زیر کردم.
گفتیم این که اینقدر معطلی نداره. گفت نمیدونم چی کارش کنم. گفتیم خب بندازش کنار جاده و بیا. گفت اما ماشو چی کار کنم؟